یه موضوع دیگه که در مورد رزومه ایشون خیلی مهمه اینه که ذکر شده که ایشون 70 تا اختراع ثبت شده دارن. ما یه سری از اینا رو رفتیم بررسی کردیم، صحت و سقمشو. برای مثال به 2 تا از اینها اشاره میکنیم. تو گروه ایشون خیلی ذکر میشه که ایشون اساره کاج رو ثبت کردن، ولی اگه یه سرچ ساده تو گوگل کنین میبینین که این خبرگزاری ایرنا هستش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، میوه درخت کاج در پیشگیری و درمان سنگ کلیه. ثبت کننده اساره کاج آقای مهدی شاخروقی هستن که تو طب سنتی خیلی تجربه دارن، 80 سال سن دارن و خبرگزاری ایرنا ذکر کرده که ایشون اساره کاج رو به نام خودشون ثبت کردن. ولی توی گروه آقای منیری بارها ذکر میشه که ایشون درخت کاج رو اسارش رو برای اولین بار گرفتن. یا کلیپ های پخش میشه در مورد آموزش تمرینات بسیار مفید برای رفع درد دیسک کمر. ما این موضوع رو پیگیری کردیم، دیدیم کلیپ هایی که ایشون میذاره به صورت جدا جدا و تیکه تیکه از یک کلیپ اصلی جدا شده که توسط آقای یوسف مولایی درست شده. این کلیپ هم توی صفحه آپارات هستش، خود ایشون هستش و میگن، هم توی یوتیوب هستش که اگه بخوایم ببینین ذکر میکنه که ویدیویی که مشاهده میفرمایید توسط جناب آقای مولایی تهیه شده در درمان دیسک کمر. ایشون خودشون تمرین میده و توضیح میده. 6 نفر 7 نفر مراجعه میکنن دکترا که میتونید خودتون سرچ کنین این موارد رو. ولی توی گروه ایشون تیکه های این کلیپ ها به نام آقای منیری داره پخش میشه و صحت و سقم این 70 تا اختراع ثبت شده باید بررسی بشه و بزرگنمایی و در بعضی موارد یه انقلتایی هستش و این